دست نارس است. معلوم می شود که حالا هم در همان دیه است. طاقتم تاق شد رابیه. رفته پسرم را از آن دیه میارم. نه مصطفی، با آن دیه نرو. زلال تو را بیند زود میشناسد. اون زمان همش آشکار میشود. چندین سال گذشت رابیه، مرا نمیشناسد. آن زن فرزندش را به تو داد. او یک مادری جگر سوخته است. 30 سال نیست، 100 سال گذرد هم تو را میشناسد. مصطفی، چهره آدمی را که کودکش را برده است هرگز فراموش نمیکند. میترسم که در دل طاهر مهری در دیه زیستن پیدا شود. وقتی او را گرفتن اما خردکک بود. خواطر نشو، نه آن دیه را و نه مادرش را به یاد آورده نمیتواند. تلاش کردیم که به یاد نآورد. یکی عکسی به زلال فرستادم، آن را بیند چی همه چیز آشکار می شود. طاهر آن عکس را چخیل میبیند. یکی بیند چی؟ زنک چرا تو آن عکس را فرستادی؟ عقل چی می شود؟ مادر است گفتم، حق دارد گفتم. از کجا میدونستم که این خیل می شود؟ برفی دخترم، برفی اینجا نشینید. خالای زیلو، دختر جان، خودتون رو به دست گیرید. خالای زیلو، دلو زودتر داروی تسکین گیرنده لازم. آروم شوید خانم، من تنها با من نرس. حیاتی دخترم را سزاندی، از حقدارها نجات یافته بود. تو بیماری سرایتی آمده است گفته او را به دست حقدارها تسلیم کردی. آروم شوید، من تنها کمک کردم. من کمکت لازم نیست. السلام علیکم. و علیکم السلام. السلام علیکم. و علیکم السلام. برفین را یافته آوردیم بابا ابراهیم. میدانم. از که یافته مجبور دختر را به دیه آورده. بله آوردیم، دستگیر کرده آوردیم. بابا اگر ممکن باشد در حال نکاح کنیم. این نکاح را من نمی کنم. سبب چرا شما نکاح نمی کنید؟ گویا که نمیدانی رافع. آخر در این نکاح رازگی برفی نیست. بابا زلال خونبها را داده نتوانست. در این وضعیت حق داریم برفین را گرفته بیاریم. رسم آیین همین است. رسم آیین خطا هم است. کار خطا حق نیست. آمین. شما خطا میکنید. رسم و آیین را پس دارید. فکر میکنید که غیر شما دیگر ملا نیست. فهمیده گیرید که این نکاح میشود. یاریدید در رو کشایید. یکو کس هست. یاریدید یکو کس هست. سردهید من را بکن همون را دمت رو گیر. یولمزم دیگر طاقت ندارم. چرا در اینجا همه جمع شده؟ کنی روید از اینجا. روید گفتم. اکنون چی می شود؟ حالا هم استاده اید. کنی دف شوید.
یک لحظه صبر کنید آرام شوید. البته این کار رو به خوبی حل میکنیم. نکاح نمیکرده است. نکاح میکنیم. حالا میبینه. کاملا میابیم. دمیر لبه آقای رو گفته حامد را اجرا کن. دمیر به دههای همسایه رفته. داملا را گرفته بیار. اگر بابا ابراهیم هستند گفتن نباید چی؟ با او گوی که بابا ابراهیم در دهن نیستند. کی می آیند معلوم نیست. و نکاح کاری خیر است. خداوندم مرا ببخش. چه کار کرده ایستاده ای؟ برای تو توی کلان میدهم. میبینی خانم ها بر این زندگی میکنی. این ترس بیفایده است. خواطر نشد. و من یک پسر تولد کن. آرزویم تنها همین. همه را به تو غلام میکنم. همسانی پدرم هستین. التجا میکنم از من دست کشید. زنی شما شده نمیتوانم. میتوانی. فهمیدی؟ همین که ملا آمد نکاح کرده میگیرم. نکاح نشده باید دخترم را از آن ظالمان نجات دهم. اما این مقدار پول را جمع کرده نمیتوانیم. تنها یک چاره مانده است. آرام احتیاط باش. یگان خیلی دیوانگی نکن زلال. هم به تو و هم به دختر ضرر برسونم. چه کار کردن رافع حالا معلوم نیست. السلام علیکم. و علیکم السلام. بیا یشر. همدهگان از وضعیت اپای زلال بسیار غمگین شدند. گفتند که به قدر امکان کمک میکنند. نکاح نشده پولی خونبه ها را جمع کردن لازم. یشر خدا از شما راضی باشد. اپای زلال بابا ابراهیم را اینجا گفتم. اینها عدیه کرچوه می باشند. بخیر است برادران. برای بردن شما اومدیم بابا ابراهیم. وضعیت بسیار وزین است. وگرنه خونی بسیار میریزد. در حال به کرچوه رفتنم لازم. میدانم اینجا را این خیلی پرتاته رفتن ناممکن است. اما میدانی زلال یک سر کنن خون دهر بر این جاری می شود. یا شرط را تنها نمی گذارد. گفم را فراموش نکن. یگان دیوانگی نکن دخترم. پول جمع شود جمع می شود. جمع نشد جان دختر مهم است. خیر در امان خدا. سبب در اینجا جمع شدن من را همه تو میدانید برادران. البته میدانیم که یشر. لیکن امسال خوش سالی است. در ده پول نیست. مردم پول ندارند. هر کس به قدر تواناییش دهد. از دستتان چیزی بیاد ثواب است. پدر جان در اونجا چی گپ؟ تو در اینجا چی میکوبی؟ این طرف گذر. تو در اینجا چی میکوبی؟ هیچ خواستم ببینم چرا مردم جمع شده است؟ برای به زلال کمک کردن جمع شدن. خونبه ها جمع میکنن. همه‌اش رو جمع کردند. من از کجا میدانم قسمون؟ رو از اینجا. خب میرم. دو کار رو عوض کنم حسن؟ درد نمیکند. کشوده دیدن لازم. من میدونم که تو شیر بچه هستی و نمیترسی. مادری حسن به شما خوراک آوردن؟ نه خود. در دیه با دکتر بار اول خیلی مناسبت رو میبینم. بله. مردم آهسته به شما مهر بسته استادن. چونم گپ زدی که گویا من در اینجا دائمی میمونده باشم. همین که سرایت شدگان شفا یافتن من از اینجا میروم. به شهر میروید؟ همین خیلی؟ البته. آخر من باید به خونه همون برگردم. در اینجا نمیمونید. این آدمان به شما احتیاج دارند. نه دیلو، در اینجا ماندن نمیخواهم. از من مرنج. با چنین مناسبتی آدمان یگان دکتر اینجا نمیستد. روی خط داروها رو خواستید. در روی میز است. تشکر دیلو.
دورو کم است لیکن به طبابت کودکان میرسد. این چیست؟ گوشت بیریون کردن. گوشت؟ چرا اونها مرا گوش نمیکنند دیلو؟ نخود یک مدت به گوشت و شیر زندگی کردن مشکل باشد. آخر در این خیل شرایط بیمار رو زیر نظارت گرفتن نمی شود. اگر آنها رو من نکنیم باز یکان فلاکت می شود. آش شود. تشکر امک جان. ایستید. این گوشت رو تقسیم نکنید. و خیر است دکتر. چرا تقسیم نکنید؟ این گوشت رو تقسیم نکنید. چرا؟ بسیارم صحت شد. یک گاو رو کشته خواستم با فقرا تقسیم کنم. شاید حیوان کشته‌تان بیمار باشد. نه دکتر، چه خیل بیمار. خواطر نشو، یگان چیز نمیشود. نمیفهمید. خوردن این گوشت برایتان خیلی خطرناک است. آقای طاهر، وضعیت وزنین است. الکی چند نفر چاروا کشته تقسیم کردن. و امکی حلیمت بر مالش. بیایید دکتر. زینهار این گوشت رو نخورید. چرا نخوریم؟ تقسیم هم نکنید. با کودکان هم ندهید. چرا دکتر؟ آخر کاری خیر کرده ایستادیم. مردم فقیر خرسند میشوند. حیوان کشته‌تان شاید بیمار بود. بیمار باشد چی میشود؟ حیوان را حرام نشده کشتند. از این رو گوشت را خورده ممکن است. هر کس میتواند سرایت یابد. چی گوشت را خورده یگان کس بیمار شده است دکتر؟ تو کار خودت را کن و ما یگان چیز نمیشود. این گوشت رو با کودکان نخورونید. خطرناک هستین. گوش نبکنن دکتر، گوش نبکنن. ده زیر خطر است آقای رئیس. دیهاتی ها این گوشت رو استعمال نکنند. شما رئیس هستید. من کردم میتوانید. کودک بر این گپ نزن دکتر. در اینجا همین خیل عادت است. اگر در یک خانه مار کشند و تمام دیهات تقسیم میکنند. همین خیل نیست دیلا؟ میدونم. دیدم. بسیار خوب که دیدی. میدونی چی؟ من در بدر گشت گوشم کنم و دیها عادتهای نو نبیارید. روید از برای خدا. التماس دکتر رو گوش کنید. اما که شباز بیماری به دیه پهن شده است. همه رو سرایت میکنند. نه دیلا، نه خودتون رو نه من رو بیهوده گرنگ نکنید. این مردم رو فهمانده نمیشود. بیهوده خودتون رو آواره میکنید. از اون سر این به مردم تاثیر نمیکند. بیا سگی وفادارم، بیا و تو میدی هم. خور آش شود. احتیاط نیمی حیات. احوال همدهگان رو میدونید. همین قدر جمع کرده توانستیم. نمیدونم به دردتون دوام شده باشد. خدا از همه تان راضی باشد. انشالله برای خون به هم میرسد. انشالله. ها اگر یگان چیز لازم شود من در چایخانه ام. سلامت باشید شهر. همه کوشش هایم بیفایده نبودند. بیهوده کوشش میکنی برفی. از این زنجیرها خلاص یافته نمیتوانی. من حیوان نیستم. من را کشایم. نمیکشایم. تا راضی نشوی نمیکشایم. فهمیدی؟ کجا شدی دیلو؟ بابایت رو یافتی؟ همه جا رو گفتم. در راه بوی شر بخوردم. بابایم به دیه همسایه رفت. کی برمیگردند؟ اونجا دور است. آگاه برمیگردند. تنها بابایتان رو من کرده میتواند. راست میگویید. لیکن حالا یک زنی جوان به این بیماری گرفتار شده است. چرا بیمار رو نآوردی؟ آوردن خواستم اما گوش نکردم. باز به نزد همون زن طبیب بردند.
چی میخواهید؟ آقای دکتر بیمار رو دیدن میخوان خالای مریم. بینات بیمار آنجاست. دل به حضوری و تب لرزه دارد؟ دارد. حرارتش خیلی بلند و نقطه طبی بردن لازم است. لازم نیست. خاله مریم طبابت میکند. بله، داروهای تیار کردم را استعمال کند انشالله یگان چیز نمیماند. گوش کنید مریم خاله، شاید با وضع بیماری ها فایده کند، اما طبابت این بیماری تنها با واسطه داروهای طبی ممکن است. همسرتان گرفتاری بیماری خطرناک است. اگر طبابت نکنیم شاید بمیرد. دکتر راست میگوین سعید. بیا زنت رو به نقطه طبی بریم. لیکن دیلا کودکی روزی گذشته برده اتان مرد، آیا همین خیل نیست؟ او رو دیر آوردند وگرنه نجات میدادیم. رو گفتم دکتر، ما خاله مریم کارشان را کنند. روی گوش کنید، این بیماری با گیاها طبابت نمیشود، میفهمید؟ رو از پس کارت دکتر؟ چرا فهمیدن نمیخوای سعید؟ تو همسرت رو از دست میدهی، دیگر علاج نداری، میدونی یا نه؟ کاردار نشو گفتم. رو بس رو. کنی زود رو. سعید زنت مردنش ممکن است، خطا میکنی. بخیر است. شما در اینجا چی کار میکنید آقای دکتر؟ با دیدن بیمار آمدم. من دختری رئیس. نامم کزبون. خیلی خوب. شما به ده ما همچون مهمان اومدید. امید دارم که اینجا زیاد میمونید. بیایید رفتیم آقای طاهر، یگان کار کردن نمیشه. حالت بیمار وزنین است، تا شب نمیستد. دیلو گپ رو گوش نمیکنند. دیده و دانسته اجازت نمیدهیم که بمیرد. ما چی کار کرده میتوانیم؟ چی شده از دیلو؟ هیچ، این به تو دخل ندارد خزبان. از تو هیچ چیز پوسیده نمیشود. دیلو با خود دارو گرفته ای؟ بله هست، لیکن دارو رو چیکار میکنید آقای طاهر؟ بیمار رو طبابت میکنیم. دیلو تو در نزد مریم خاله باش، با بهانه کمک دارو رو با گیاها آمیخته کن. سلام خالای زیلال. بدیخم شما مرا نشناختید. من زینب. شناختن هم نمیخواهم. تو هم از خونی آنها هستی. شما را چشمی دیدن ندارم. مردم اینجا حالو هم پیشتره برین. مادر جون کجایی مرا نجات ده؟ التماس. نترس برفین، با تو خوراک آوردن. چیست داده بریوان و دختر خوراک ده؟ خوراک نمیخواهم. زهر خور. بریوان هم زن من است. بین خود مراسو کنید، چون که از این پس تو هم زن من میشوی. نمیشوم. حاضر داملا گرفته میآرند، فهمیدی؟ بزوری خوشبخت نمیشوی. شما یک آزار انصاف دارید یا نه؟ نه ندارم. زوجم میشوی برفین. برای من پسر تولد میکنی. از همه زنی دوست داشته هم میشوی. اکا با شما خبری نو. بخیر است. تمام مردم دیه برای کمک زلال پول جمع کرده است. چی گفتی؟ از که فهمیدی؟ خبر را از دختر رئیس گرفتم. بگذار جمع کنن. اگر زلال پول جمع کرده باشد چی؟ اگر خونبها را بیارن هم من دختر را نمیدهم. فهمیدی حامد؟ کوشش زلال بیهوده است.
دختر رو نمیدهم. ملا در راه است. این نکاح البته می شود، دیگر راه ندارد. تو مرا فهمیدی؟ الا ملا هم آمد. خوش آمده دوم. دخترم جانم، مادر جان، شو آمدی های دخترم. کنی این یک با تو نگاه کنم. شو آمدی. مرا خوش آمدی نمیگوی دمک جان؟ خوش آمدی. خوش آمدی دمک جان، خوش آمدی. خدا است که خوش آمدی ینگه جان. خوش آمدی. کنی زودتر با درون درایید. چقدر شما رو یاد کردم، چقدر یاد کردم. تنها تو نمیرسیدی. چرا آمد؟ نشد مته. دخترم را از دستم گرفتم. نمیتونم چیکار کنم مته. به من راه نشانده. آیلم پراکنده شد. خانم را، شوهرم را، پسرم را، گلی خاندانم را از دستم را بودم. من اکنون چی کار کنم مته؟ چی کار کنم؟ بگوی. دیگر نمیتوانم. دعوا تمام میشد. دخترم را میگرفتم، پسرم را میافتم. نشد. دخترم از دست رفت. براتم برین از دست رفت. دخترم مرا نجات ده مادر جان میگوید. برفین رو گریزونم. راست میگوی میده. دیگر چاره ندارم. بغیر از گریزوندن دیگر چاره ندارم. دادرک شیرینه، خودت رو چه خیلی میکنیم؟ تشکر رفت جان، خوب هستم. قربانت شوم. خداوند تو رو حفظ کرده است. خدا از دختر راضی باشد. بله، صد شکر. اگر آقای طاهر نمی بود نمیدونم چی کار میکردیم. بعد این خیل جراحت زنده ماندنش در گمان بود. دادرکم، کنی باپت آب بیار. کنی بیار. اگر به کودک یگون چیز میشد آیا برداشت میکردید؟ رسم و آیین گفته است پس ظلم رفته ایستاده اید. این چندمین قربانی است. شما خطا کرده ایستاده اید. نه به خورد راه میکنید و نه به کلان. شما این را میفهمید؟ مان زینب بس کن، زبانم را نخوران. تو آمدی باز میروی. 2 روزی در اینجا بودنت را با ما زهر نکن. نمیروم پدر. در اینجا میمونم. نمیروی؟ معلمیت چی میشود؟ چند سال خواندی؟ با من اجازه دادن که در مکتب اینجا درس دهم پدر. از این پس در این دیه معلمی میکنم. چی گفتی؟ در اینجا معلمی کرده؟ همه را به خودت مانند میکنی؟ امک ندهید مرا.
روی نکن دخترم. خوراکت رو خور. گیر خور خوراکت. در اینجا چی مقال؟ خوراک آوردم. آیا من نگفته بودم که در را کسی نکشاید؟ درست است. بول می شود پدر. دفع شوید از اینجا. برای زود. نصف شوید. غیر از من کسی اینجا ندراید. زینب دخترم رفتیم از اینجا. تو هم آرام است. از حد نگذران. بردهید وگرنه خودم را میکشم. زینب رفتیم از اینجا. کنی شما هم بیرون برایید. رفتیم برفین دختر خاله زلال نیست؟ بله زینب بله. برفین در این خانه چی میکابد پدر؟ ما با او دعوای خون نداریم. بس چرا او در آغل زنجیر بند است؟ چرا پدر؟ تا وقت نکاح بعد میبینیم. دخترم از روی عرف و عادت ما حق داریم برفین را گیریم. با جای خون بها او را مالبرین گرفته نمیتوانید. پدر چرا شما به این کار راضی شدید؟ عرف و عادت همین است. مقابلت کردن ضرورت ندارد. همه گپ در سری همین است. چی کاری افلاسی که باشد نامش را عرف گفته در پسش پنهان میشوید؟ این به شما نمیزیبد. از این دختر چی میخواهید؟ حامد دهان او را بند یا این که من خودم میبندم. زینب گپ نزن. خاموشی است. گپ به تو نمانده است. فهمیدی؟ دخترم ماما کمک کنی. با تو چی کار کردن؟ من را زنجیر بند کردن. خدایا این چه روز است؟ تو را نجات میدیم. دلی در پسی در از در میخوابیزان. حاضر جانکم میابم. حاضر دخترم کلید در اینجا نیست. در آنجاست مادر جان. درست در بینه. خاله زیرا. چی؟ این منم. من زینب. دخترتان را نجات دادن میخواهید؟ دخترم را حیوان بریم بسته ماندند. تا کی در آخیل نگاه می‌دارم. آخر بعد از نکاح فرصت یابد خودش را میکشد. خدا نگه دارد. این خیل نگوید. خاله زیلا رفتیم. آوردم مادر. بسیار خوب. ینگه حالا هم خواب نرفته اید؟
نه زینب، همین رو تمام کنیم بعد خوب میکنیم. خدا خوبی برای هدی هست. به شما. و تو هم. باید در کیسهشون باشد. من میگریستم اما اگر به در رفتم امکم با پدرم دشمن میشوند. میفهمید؟ نترسید خالای زلال، شما رو نمیکشند. روید روید. خلاص میکنم جونکم، خلاص میکنم جونم. زودتر مادر جان، بعد از نفته. حاضر جونکم. مادر جان، در خانه من چی میکنی دلو؟ چی کار میکنی در خانه من؟ خیلی برا سردی راسیه سردی افشا برا دخترم را بودی برا میگویم برا مادر جان نه برا میگویم برا از اینجا کنی برا حاضر شده میکنم خدا جزو داف شو از اینجا هیلال داف شو میگویم مکان ادرم زیلاز داف شو از اینجا زنی بیا خدا گیری داف شوید از کیسم کلید ها را دزدیده است. چی نگاه میکنید؟ داف شوید. این کار را همین خیلی نمیمانم.
خداوند مدد کن. میبینم که همتون با پو خسته. چی به خونه رفتن میخواهید؟ بله سیاد شده. به خونه کار میرویم؟ خوب، اما یک جای میرویم. من شما رو برده میمانم. رفتیم. خوب شده است. میرویم. کمی صبر کنید بچه ها. چی شد دیلو؟ از دیروز باز نمینمایی؟ در نزد خالای مریم بودن. بیماری وزنی بود، از برای جدا نشدن. دارو رو آمیخته کرده توانستی؟ بله، با گیاهو آمیخته کرده دادم. شما رو به زن طبیب گنده کردم و با بریش در اومدم. یاری دادن را اجازه داد. حالت بیمار چخیل است؟ خوب است. از ورزش موند، حرارتش هم پس شده ایستاده است. بیمار باید دارو رو استعمال کند. تو از نزد مریم خاله دور نرو. خوب آقای دکتر، چه خیلی که میخواهیم. به فکرم کودک ها صحت شدند. بله صحت شدند، اما حالا هم خوف پنشوی بیماری هست. خداوندا التجا میکنم مدد کن. برفینم رو در پناهت نگه دار. گمانم راست برآمد. آقای طاهر، چی شد دیلو؟ حالا هم در اینجایی؟ وضعیت وزنی شده ایستاده است. کودک بسیاری بیمار شدند. جای تیار کن، بیماران رو میاریم. بیمارها به اینجا نمیآیند آقای دکتر. همه به نزد مریم خاله میروند. بعد از آن واقعه با اون دخترچه هیچ کس به ما باور نمیکند. بلازم، چرا این رو فکر نکردم؟ اکنون چی کار میکنی؟ زود همه دارو رو جمع کن، زودتر. خوب شده است. خیر نغز روید. انشالله یگان چیز نمیشود. روید. کنی دخترم تو اینجا بیا. وضعیتشون بسیار وزنین است. متاسفانه اگر کمک نکنیم مردنشان ممکن. چی کار میکنیم؟ بغیر دوام دادن همون بازی دیگر چرایی نداریم دیلو. ما باید بیماران رو نجات دهیم. انشالله به دست نمیافتیم. دیلو با دقت باش، در این وضعیت تنها تو با آنها کمک کرده میتوانی. دیهاتی ها به نزد شما نمی آیند، اما اگر من بیمار می بودم به نزد شما می آمدم. کار درست میکردی. بسیار خوشیره، لیکن دکتر خیلی کم گپ. کنی دخترم تو این را آمیخته کن میلش. کنی جانکم دهانت را کشا. کنی حاضر حرارت پست بشود. یگان چیزت نمیموند. حتی نغز میشوی. تو در اینجا چی کار میکنی قزبون؟ من به خاله مریم یوری میدیم. از تو پرسیدن دیلو؟ من هم یوری میدیم. شما رو ناراحت میکنم، اما بیماری زود پهن میشود. چه خیلی بیماری دکتر؟ بخیر است انشالله. هم آدمان هم حیوان ها عذاب نوشاکی سرایت یافتند. چی؟ عذاب نوشاکی؟ اکنون چی کار میکنیم؟ یکشن مدت آب رو بستن لازم تا برطرف کردن خطر. دکتر تو چی ها گفته ایستاده ای؟ تو ما رو با مردم دشمن میگردانی؟
اگر آب رو نبندیم پیش راه بیماری رو گرفتن نمیتوانیم تماما. خوب میلش، من یگان علاجشو میابم. خوش آمده دام الله، خوش آمده. صفا ورد، صفا خوش باشه. صفا وردید. مرحمت مرحمت مرحمت. حامد، ای حامد، برا دام الله آمدن. خوش آمده دام الله، خوش آمده. خوش باش رافع. مرحمت مرحمت. خوش آمده، خوش آمده دام الله. مرحمت. خوش باش. راضی نمیشم، میمورم، راضی نمیشم. کنی جونکم دهانت رو کشو. آفرین انا کنی یک بارکی دیگر دهانت رو کشو. تو چیکار کردی دیلو؟ چیکار کردم؟ دارو پرتوفتی؟ چهو میگویی قزبون؟ قسم به خدا دارو پرتوفتی، من دیدم. نکاح میکنم و مادامی که بابا ابراهیم نکاح نکردند گمان میکنم اینجا چه گپی هست. چی ها میگوید؟ بابا ابراهیم در دهن نیستند. بابا ابراهیم اینجا میشدن ما شما را تشویش نمیدادیم. خب اگر این خیل باشد عروس را آماده کنید، من نکاح میکنم. میلش، من رفته او را بیارم. را بیار. برای آوردنی برفین رفتن. پدر التماس این کارو نکنید، آخرین گناه است. قسمت همین بوده زینب. نه نمیخواهم. از برای خدا رها کنید مرا. امکی حامد التماس میکنم کشید مرا، پرانید، لیکن به نکاحی امکی رافع مجبور نکنید. نمیخوام. دیگر علاج نداری، مقابلیت نکن. راگر خاردار نکن زینب. اگر تو مرا نزد امام شرمنده کنی من تو را از هر دو پایت در آقل بسته تمام عمر کنجا را میگیرم. فهمیدی؟ خوب شد از امکی امید چیزی که خواهید میکنم. برفین قول میدی؟ اما دستانم را رها کنید، خواهش میکنم. میلش، نزدیک نشوید. احتیاط شو. میپرانم. نزدیک نشوید. چی نوع رو پاتو برفین؟ خدا شکایت برفین. خدا میپرانم. زینب نزدیک نشو. هرچند کردم مریم خوله رو فهمونده نتوانستم. از روی قزبون شده به دست افتادم. اکنون چی کار میکنیم؟ باید یگان کار کنیم. خدا خودش به ما مدد رسوند. آخر ما به زیر اونها هیچ کار کردن نمیتوانیم. در این خیل وضعیت پیشگیری کردن بیماری ناممکن است. آقای دکتر برفین چی شد؟ خودش رو پراند آقای دکتر. زود به اتاق جراحی، زودتر. بگویید و زنده میماند. التماس. یگان چیز گفتن مشکل است. جراحی میکنیم. به بیرون بروید. التماس به بیرون بروید.
جانکم برفین. دکتر اجازه دهید خالای زلال. دخترم، جیگرم، دخترم زنده است. شکر خدا که زنده است. دخترکم رو نجات دهید التجا میکنم. آخر میمیرد، قربانت شوم. خواهد نشوید خانم، کاری از دستم آمده را میکنم. التماس اجازه دهید. برای نفسی امکم دختر با مرگ دست بگیربان است پدر. مگر این خیل شدنش رو میخواستیم. تو همش رو با چشمان دیدی. این یک فلاکت بود. ظالم ها، کودکم را کشته، برفینم را کشته. ظالم ها، از خون نشده، خانم قاتل ها، قاتل ها. پدر شما رو بید، من او را آرام میکنم. خدا شگفی خالای زلال برفین صحت میشود، با من باور کنید. خالای زلال به خود بیایید. خالای زلال. جراحت رو تازه کردیم، فقط دوختنش موند. بله. آیا گروه خونش رو فهمیدی؟ بله، مگر حالا به خون احتیاج داریم؟ بله، خونی زیاد رفته است. اگر خون ندهیم بیمار از دست می رود. گروه خونش چندم است؟ گروه سه منفی. لیکن چخیل یافتنمون رو نمیدونم. زود ناامید نشو. با گروه خونی من یک بوده است. خوب، در این شرایط خون رو چخیل میدهیم؟ چخیل؟ اسباب خونگذرانی نیست؟ و دخترم خونش را میدهد. خدا از او راضی باشد. انسانی خوب بوده است. خالای زلال با من نفرت دارید؟ نه دخترم، خودش کشتن خواست. تو گناه نداری. همش خوب می شود خانم. بغیر از جانم دیگر چیزی ندارم. خواهی او را به تو میدهم پسرم. گریه نکنید خالای زلال، دخترتون نجات یافت. اگر دخترتون رو دیدن خواهید رفت ببینید. آقای دکتر. بله؟ من اپایالی هستم. شما دختری آقای حمید؟ بله، شما دادرم رو نجات دادید. فرصت نیافتم که به شما تشکر گویم. به شما شبی خوش آقای دکتر. به شما هم. خدایا تو در کجا بودی؟ معلم است. در شهر زندگی می کند. چرا به دهام اومده است؟ نمیدونم. نامش چیست؟ دخترم، برفینم، دختری خوشرویم، جانکم چشمانش را کشوند. من در کجایم؟ در اینجا.
در نقطه طبی. قریب تو را از دست میدادیم دخترم. دکتر تو را نجات داد. چرا مرا نجات دادید؟ چرا مرا نجات دادید دکتر؟ بخیر جانکم این خیلی نگوی. چرا نگذاشتید که من بمیرم؟ از زنی رافع شدن مردنم بهتر است. التماس میکنم دکتر مرا کشید. جانکم جگرکم برفینم جگرکم جانکم. آیا همه این برای خونبها است؟ هیچ جمع کردن نتوانستم از روی پلی لعنتی. دخترکم جانکم. التماس گیرید اگر کفایت نباشد. پسرم تو را به ما خدا فرستاد. خدا از تو راضی باشد. واه حال این کودکان وزنی‌تر شده است برادران. وقتی که در ده دکتر هست چرا به او مراجعت نکنیم؟ بیماری سیرایتی است. گیاه فایده نبخشید. میبینید کو. کنی بیاید نزد دکتر رویم. خیزید چرا نشسته؟ خونبها تمام شد حمید. نمیشود حمید. بگذار پدرم قرار برآورند من. تو کاردار نشو زینب. کاردار میشوم چون که برفین رو من پروندم. قبول نکن حمید. بعد این قدر کارها پول نمیگیرم فهما؟ درست است. اکام حق است. وقتی دادمان گذشته است این پول قبول نمی شود. کمی با انصاف باش حمید. شما روید خاله زلال. خونبها رو سپرده حساب کنید. سلامت باش زینب. سلامت باش. این کاری زنان زینب. پدر شما در گذشته بسیار آدمی با وجدان، بسیار یک شخص دلسوز بودید. و شما چی شد؟ چی؟ حالا من بد شدم؟ شما عرف و عادت میگویید. حق دارم میگویید. نکاح نشده خونبها رو آورد. دیگر چی میخواهید؟ غیر از این پدر برفین رو من پروندم. مادامی که خونی او رو من ریزوندم باید خونبهای این ماها رو نمیگرفتید. شما باشید چیکار کردید؟ پدر اگر این پول رو قبول نکنید رفت خود رو به پلیس میسپارم. به اینجا خوابانید. خودتون در بیرون انتظار شوید. حیات حسن را نجات داد گفتم. آقای دکتر شخص خوب است گفتم. انا آمدند. کار خوب کردی آفرین. وضعیت کودکان بسیار بد است. حالا باز می آیند. حتی در اینجا نمی گنجند. این خیلی باشد حسن را جواب میدهیم. من به خونهشان رفته خبر میگیرم. لااقل یک جای خالی شود. باز دو کودک آوردند. در اینجا دارو نمونده است دیلو. از انبار بیار. از انبار؟ در انبار هم نیست. خیلی از روی خط باید باشد. اما نیست. دارو رو به ده کی میاره دیلو؟ بله دارو رو به ده من میارم. از روی خط بین داروهای به ده آورده شده و داروهای تقسیم شده فرق است رئیس. باور کن من داروها رو به دکتر داده بودم. از کجا میدونم؟ شاید دزدیده باشد. شما از کجا میدونید؟ از دستی او میآید. دزدیده فروخته است. در اینجا با کی میفروشد؟ دکتر از کجا میدونم؟ تو چی؟ سوالهای آخرت رو هم میپرسی؟
کانی خیز جونکم. حالتشون چی خیلی است دیلو؟ دارو تموم شد. اگر دارو نباشد کودکان رو نجات دادن نمیتوانیم. از کجا دارو میوبین؟ نمیدانم دیلو، ناچار ماندیم. باید یکون راه یابیم. رئیس سپارش میدهد اما تا آمدنش کودکان رو از دست میدهیم. من در غار داروهای بسیار دیدم. در کدام غار؟ از اخدارها گریخته یک غاری رو دیدم. در درونش قطی های پر از دارو بودند. یردارها هم بودند. اوزن هم اونجا بود. بعد او رو پرانده کشتن. خدایا توبه. این چه خیلی شده؟ تروریست ها. خدا نگاه دارد. معلوم می شود که داروها رو به آنها می فروخت. ما باید به آنها رویم، دیگر چاره نداریم. ای خدا باور کن آنجا بسیار خطرناک است. با آنجا رفتن بی عقلی می باشد. یا من حق نیستم؟ در ده بیماری سرایتی دوام دارد. آن داروها لازمند. یا با آنها رفته داروها را میگیریم یا کودک ها میمیرند. دکتر راست میگوید. تنها با این راه ما میتوانیم کودکانمان را نجات دهیم. و خدایت در آنجا خونریزی میشود. پسری من بیمار، علاج یافته، ما باید با آن غار رویم. من نمیمونم که جنم از بیماری بمیره. دختری من هم بیمار است، باید به غار رویم. آخرین دیوانگی است، بیعقلی است. زینب؟ دخترم؟ اینجایم پدر. علی را با مکتب میبرم، گفتم خواستم تو را ببینم. با این مکتب چی شد پدر؟ این چی میشد دخترم؟ معلم نیست، یگان چیز نیست. همه از اینجا گریخته میروند. سالهاست که به این کار معلمی یگان کس مشغول نمیشود. اکنون من مشغول میشم. زینب دخترم، در اینجا با کودکان ملا مشغول می شود. این کارهای هر روزت کی کودکش را با مکتب می فرستد؟ بعد امکت هم راضی نیستند. امکم؟ چرا راضی نیستند؟ من این مکتب رو می کشایم. با این مجبورم. این برای من قرض است. این چه خیل قرض بوده است؟ پدر، دریا دارید پس از مردن مادرم چند روز گریه کرده. با امکم جنجال و زنی کرده مرا به مکتب داده. با مادرم قول داده بودید که مرا میخوانانید. خواندید، قولتان رو به جا آوردید. من هم یعنی به مادرم قول داده بودم. خواندم.
حالا باشد میخوانونم. شما از او یک پسر خواستید به قیمت جانش هم باشد علی را تولد کرد. رایجگاه فراموش نکرده، بی‌وفایی نکرده، حتی باری دویم خانه دار نشده. اکنون من هم باید به قولم وفا کنم. این مکتب گشاده می شود پدر، گشاده می شود. کسی نیست. کی رفتیم؟ بازدام نباشد. پنهان شدند. وقتی نمودار شدند شاید آتش گشایند. برای نگاه کردن آمدیم. ما را حمایت کنید. خدا خیلی شیردیر بوده است. بله. مدارم نمان سینان. حاضر میرسیم. کم ماند. حرکت کنید. اون دو روح در کجا باشند؟ David! مانا در اونجاست. رفتیم. زود رفتیم.
حالا که این کودکان چی خیلی از دکتر داروها فایده کردن؟ خاطر نشوید، کودکان نجات مییابند. آخر من گفته بودم که دکتر حق است، رفته داروها را گیریم. در سایه شما کودکان نجات یافتند. خدا خواهد کودکانمان صحت میشوند. سلامت باش. اکنون به خونه هایتان روید و به حضور خوب کنید. بیایید رفتیم. شما هم سلامت باشید. اکنون به حضور خواب می رفتیم. نبینیم حضور را، نبینیم. طاهیر پدر؟ طاهیر سرم. خدای توبه، اینا در اینجا چیکار میکنند؟ هیچ نمیفهمم شما در اینجایید پدر. برای بردن تو آمدم پسرم. برای بردن من آمدید؟ بله. چرا حیران شدی؟ هم مادرت هم من بسیار خواطر شدیم پسرم. آماده شو، سحر بر وقت برام میبرایم. من نمیروم پدر. چرا؟ چی شده است؟ چرا رفتن نمیخواهی؟ خوراک بسیار بولازد شده است خالای زیلو. آش شود. دختر هم گرسنه است. برای او هم خوراک آماده کردم. من میبرم. او در خونه‌اش. خودم برم دخترم. در ده بیماری سیرایت کننده پهن شده است. پسرم تو به این وظیفه دار نیستی، همچون مهمان آمدی. پدر من دکتر، این وظیفه من است. آقای دکتر مرحمت. دروید زیلال خانم. پسرم گرسنه هستی، برایت خوراک آماده کردم. زحمت کشیدید زیلال خانم، سلامت باشید. سال 2011 در مرکز پرودوسری سیما پروداکشن از ترکی و تاجیکی گردانده شد.